بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان ارجمند و گرامی شبکه جهانی ندای حق در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید برنامه خودتان، برنامه خلق عظیم را مشاهده می فرمایید، خدمت یکایک شما سروران و گرامیان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و امیدوارم که از نعمتهای بی حد و حصر پروردگارمان برخوردار بوده باشید. بار دیگر خوشحالیم که از طریق شبکه جهانی ندای حق برنامه خلق عظیم را پی میگیریم و با قسمت دیگر از سری برنامه‌های خلق عظیم در خدمت شما سروران و گرامیان هستیم. البته خدمت ما و شما ما و شما در خدمت کارشناس برنامه هستیم و کارشناس این برنامه جناب دکتر نور محمد عمرا هستند که حضور ایشان را در استودیو خیر مقدم میگم و به نیابت از شما خدمت ایشان عرض سلام و ادب دارم. جناب دکتر سلام علیکم. البته من سلام دادم که باز خیلی ممنون. بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت تک تک شما بینندگان عزیز و در صندرکاران شبکه و امیدواریم که بتونیم در این لحظات مفاهیمی درست و شیوا از این رکن پنجم اسلام انشاءالله با هم مرور کنیم. در خدمت شما هست. تشکر جناب دکتر گرامی. خوب بینندگان عزیز و گرامی، در این برنامه و این هفته موضوع را انتخاب کردیم که انشاءالله چنانه که دکتر اشاره کردن مرتبط با رکن پنجم اسلام است، مرتبط با فریضه حج است و اگر اجازه بدهید قبل از آن خدمت یکایک عزیزان که به زیارت کعبه مشرفه، به زیارت بیت الله شرف یاب شدند و رکن پنجم اسلام را ادا کردند، خدمت آنها تبریک و تهنئت عرض کنم و حج مبرور و سعی مشکور و گناهان بخشوده شده را برای آن عزیزان آرزو کنم. البته شاید عده زیادی از آنها به کشورهایشان و به دیارشان و به خانواده هایشان برگشته باشند و عده تا هنوز هم در دیار مقدس حرمین شریفین تشریف داشته باشند. تقریبا 10 روز قبل مراسم حج امسال به پایان رسید و امیدواریم که الله متعال به همه عزیزانی که اشتیاق دیدار حرمین شریفین را دارند و آرزو دارند که رکن پنجم اسلام را، فریضه حج را ادا کنند، خداوند به ایشان نیز توفیق ادای این فریضه را عطا بفرماید. ما در این برنامه با موضوع مرتبط با حج در خدمت شما هستیم و مروری خواهیم داشت در باره اخلاق حاجی، اینکه مفهوم حج چیست یا مفهوم حاجی چیست، حج عبادت فردی است یا اجتماعی و اینکه حج چه تأثیرات بر سلوک و بر اخلاق حاجی دارد. پیرامون این محورها انشاءالله در این برنامه صحبت خواهیم کرد. خب برمیگردم به خدمت جناب دکتر. جناب دکتر اجازه بدین که من حج خدمت شما هم تبریک عرض کنم، چون شما هم الحمدلله که امسال اگر شما اجازه بدید بنده تبریک عرض کنم به حجاج گرامی و این مژده رو به حاجیان عزیز بدم، این میلاد جدید رو به تمام حجاج گرامی تبریک عرض کنم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم حج مبرور رو که جزا و پاداشش بهشت برین هست رو میلادی جدید معرفی کردند. حاجی برمیگرده به خانوادهش چون کسی که از مادرش برای اولین بار به دنیا میاد
و یک مژده بدم به تمام حاجیانی که به حج رفتن که حج تمام حاجیان بدون استثناء قبول شده است. هیچ حاجی ما نداریم که به حج رفته باشه و حجش قبول نشده باشه، چرا که عرفات رو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و دستورات دینی و مفاهیم دینی ما به عنوان روز جایزه معرفی میکنند. روز جایزه یعنی روزی که خداوند بندگانش رو خواسته به یک میدانی، در اونجا یک جشن بزرگی هست، جشن عرفات، و به اونها جایزهشون رو میده و این امکان پذیر نیست که خداوند متعال بندگانش رو بخواد خودش اونها رو به شخص افراد صدا بزنه، فلانی فرزند فلانی، فلانی زاده، بیا به میدان عرفات و جایزت رو تحویل بگیر و بنده لبیک گویان به عرفات برسه و بدون جایزه بره. این امکان پذیر نیست. و جایزه مقدارش متفاوت باشه، نوعیتش فرق میکنه به حد ایمان اون فرد. و اما باید جایزه رو بگیره و حتما هم جایزه رو میگیره و اون جایزه عفو تمام گناهانی است که بنده در رابطه بنده با پروردگارش بوده. حقوق الناس اون مسئله دیگه است که مثلا خداوند حقوق الناس رو نمیبخشه، حقوق الناس مال مردم هست. اما گناهانی که از بنده سر زده، بنده یعنی از پیشگاه خداش میاد در حالی که تمام گناهاش مغفور هست و بخشوده شده است و جایزه رو دریافت کرده. این تبریک رو و این مژده رو به تمام حاجیان میدم. موضوعی که شما مطرح میکنید استاد بزرگوار، ببینید شما فرمودید رکن پنجم اسلام. بله. یعنی ما 4 تا رکن قبل از این داریم. بله. و اون 4 تا رکن مهمتر هستن. یعنی نماز مهمتره یا حج؟ در این شکل نیست که نماز رکن اساسی است، مهمتره. یعنی عمود دین تعبیر شده. به اصطلاح روزه مهمتره. نماز رو در هر حالتی باید بخونی، روزه رو در هر حالتی باید ادا کنی، ازت رفت باید قضا کنی، اگر توان زکات داشتی باید زکات رو ادا کنی. اما حج مشروط میشه به چی؟ به لمن استطاع الیه سبیلا، کسی که توانمندی رفتن به حج رو داره، حالا توانمندی جسمی باشه، حالا مال و ثروتش باشه، به اصطلاح هزینه‌ای که نیاز برای رفتن به حج هست و نیاز برای ثبات خانواده در نبود حاجی، بعدش اون مراسمی رو که طی میکنه در پروسه حج از سوی نظام و حکومتی که این برنامه رو ترتیب میده. حالا شما ثبت نام میکنید، بعد از چند سال نوبتت میاد یا نمیاد. همه اینا از شروط حج هست. پس یک حج عبادتی است که در ظاهر از اون ارکان دیگه رتبهش متأخرتر است. ما خودمون میگیم پنجم. اما با این وجود مثلا وقتی کسی میره نماز میخونه، ما یا جامعه اون رو آقای نمازی فلان صدا نمیزنه، آقای روزه‌ای فلان صدا نمیزنه. اما وقتی رفت حج، جامعه اون رو حاجی صدا میزنه. چرا؟ جناب دکتر البرقی آمدن اعتراض هم کردن که اعتراض میکنن، نقد میکنن که چرا حاجی؟ چرا ابراز میکنی؟ چرا خدا به نمایش میگذاره که گویا این عبادت را انجام دادی؟ انجام دادی که به خاطر خدا انجام دادی. حاجی هیچ وقت خودش نمیاد بگه که من حاجی فلان هستم. خودش رو معرفی میکنه که من آقای محمد فلانی هستم، آقای محمود فلانی هستم. هیچ وقت خودش رو یا تو شناسنامه‌اش نمی‌نویسند حاجی فلان. این جامعه است که به اون میگه حاجی. ببینید حاجی شدن برخلاف اون تصور برخی‌ها به معنای یک رتبه و یک مدرک نیست. که مثلا فلانی زحمت کشید، اومد مهندسی خوند، فارغ التحصیل شد، جامعه به اون میگه آقای مهندس فلان. زحمت کشید، اومد مرحله دکترا رو گذروند، جامعه بهش میگه آقای دکتر فلان. حاجی همچنین به اصطلاح پیشوندی بر اسم به این معنا نیست. خب به چه معناست پس مفهوم حاجی چی است؟ حاجی در واقع گوش زد کردن جامعه است به
فرد حاجی، گوش زد کردنش به مسئولیت حاجی. سبحان الله. وقتی که حاجی جامعه میگه که آقای حاجی عبدالله، یعنی چی؟ یعنی آقای عبداللهی که رفتی خدا تو را خواست به حج بیتش، آقای عبداللهی که رفتی با خدایت عهد و پیمان بستی که خدایی باشی، آقای عبداللهی که رفتی دور خانه خدا طواف کردی، قدم به قدم بر پای حضرت ابراهیم گام نهادی، مقام ابراهیم رو از کنارش گذشتی و گفتی بار الها من قدم به قدم زندگیم ابراهیم وار خواهم زیست. آقای عبداللهی که رفتی بین صفا و مروه سعی کردی 7 بار چون هاجر 7 بار رفت، شتابان رفتی چون هاجر شتابان رفت، آرام رفتی آنجایی که هاجر آرام رفت، اونجا با هاجر و خانواده ابراهیم عهد و پیمان بستی که من عبدالله چون خانواده ابراهیم خواهم زیست، زندگی من چون خانواده ابراهیم میشه، زن من هاجرگونه خواهد زیخت، فرزند من اسماعیل گونه خواهد زیخت. آقای حاجی که رفتی در حج قربانی دادی، چون ابراهیم اسماعیلش رو ذبح کرد، تو رفتی اونجا گفتی که من اسماعیلم رو ذبح خواهم کرد. آقای حاجی که رفتی رمی جمرات کردی، تو اونجا قطع رابطه کلی کردی با شیطان. یعنی وقتی که شما میایید یه وقت هست که میگی که خدایا بار اله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خدای منو از شیطان رجیم دور کن. یه وقتی هست میای میگی که لعنت خدا بر شیطان، یعنی نفرین میکنی شیطانو، اظهار بیزاری از شیطان میکنی، اما میتونه این نفرین از ته دل نباشه، سبح بر دست، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده آید ز استغفار ما. یه وقتی اینجوریه استغفار میکنی، نفرین بر شیطان میکنی، اما تو ذهنت هست که فلان کار و فلان وسوسه شیطانی رو انجامش بدی، یعنی قطع رابطه مستقیم با شیطان نیست. اما وقتی که میای با شیطان میزنی تو چشش، میزنی تو دهنش، دندوناشو خرد میکنی، دیگه این شوخی نمیتونه باشه. پس وقتی رفتی یه بار سنگ زدی، نه 3 روز 4 روز هی میزنی، یه بار نه، در هر جایی که میره 7 یعنی 70 تا به اصطلاح سنگ شلیک کردی زدی به چش و کوره. الان دیگه بین تو و شیطان امکان نداره که یک رابطه‌ای به وجود بیاد. وقتی جامعه بهت میگه حاجی، به این مفهومه. وقتی جامعه بهت میگه حاجی، تذکر بده میده بهت ای کسی که رفتی در عرفات ایستادی و با خدات عهد و پیمان بستی که من غیر از تو ای الله هیچ کس رو نمیشناسم، نه منصبی، نه جاهی، نه امام زادهی، نه پیغمبری، نه ولی، نه قبری، نه هیچی. این حاجی گفتن جامعه در واقع گوش گرفتن حاجیه. ای حاجی یادت نره. و جامعه 10 بار روزانه به اون یادآور میکنه آهای تو یک انسان نمونه هستی، تو رفتی با پیغمبران بیعت کردی که چون پیغمبران زندگی کنی. همه حاجی ها تقریبا میرن مکه مکرمه، قبلش و بعدش میرن مدینه منوره. بله. مدینه منوره از کدوم رکن حج؟ هیچ ربطی به حج نداره واقعا. اما حاجی خودش احساس میکنه که نه، من از باب وفا هم که شده برم به پیغمبر الله خاتم النبیین اونجا هم عرض ادب کنم و بگم اومدن رفتن حاجی به مدینه منوره به چه معناست. که حاجی میاد میگه که ای پیغمبر خاتم، دیگه فکر ایران نباش، من هستم. ای پیغمبر خاتم، دیگه اصلا به فکر افغانستان نباش، من هستم.
من نماینده‌تم تو ازبکستان، من نماینده‌تم تو قزاقستان، من نماینده‌تم، فرستاده‌تم، سخنگوتم در تاجیکستان و همچنین در تمام جهان. حاجی از همه دنیا میاد تا به رسول اکرم بگن که عهد و پیمان، به تشدید عهد و پیمان. مگه صحابه با پیامبر عهد و پیمان نمی‌بستن؟ بله. در واقع حاجی میاد اینجا این عهد و پیمان رو ببنده و روزانه جامعه بهش گوش زد، خانوادهش، عزیزانش، دوستانش. حاجی تا وقتی که حاجی میشنوه حاجی باید مو به جسمش سیخ بشه که یعنی خیلی مسئولیت. نکته مهمی را شما جناب دکتر تذکر دادین. این وقتی حاجی میگه تو باید با خود نبال که گویا این یک منصب و یک پست و یک جایگاه دنیایی است. نه، این مسئولیتی است که تو بر عهده گرفتی. این یادآوری و یاددهانی از باب این است که ای حاجی، شما نقاط زیاده را جناب دکتر تذکر دادین که ای کسی که تو از اونجا چون طفلی که از بطن مادر به دنیا می آید بدون گناه آنگونه و آنطور تو پاک شده ای. بدون گناه یعنی چی؟ یعنی عصمت نبوی. یعنی توی حاجی، آیا امکان داره توی حاجی مثل پیامبری که از مکه گسیل داشته شد، فرستاده شد به سوی بشریت، توی حاجی چون اون پیامبر داری میایی به سوی روستا و شهر و کشور خودت. پس متوجه باش که مسئولیتی زیاده داره. یعنی هر وقت به تو گفتند حاجی باید جسمت عرق بکنه، باید بلرزی به خودت که آیا واقعا من این مسئولیت رو میتونم انجام بدم و میتونی. خدای نخواسته اگر شیطان اغوا میکنه تو را که تو را به طرف گناه و طرف معصیت تشویق میکنه، سوق میته، تو متوجه باش که تو حاجی هست. بله. و در حج استاد سیقل بزرگ، حج در دیدگاه ما یک عبادت فردی است یا یک عبادت اجتماعی؟ اجتماعی. ما گمان میکنیم که حج یک عبادت اجتماعی است، اما واقعیت اینطور نیست. چرا؟ اجتماعی، نماز عبادت اجتماعی است، باید بری جماعت بخونی. چرا؟ چون یک امامی هست، تا امام الله اکبر نکرده شما الله اکبر نمیکنی، تا امام به رکوع نرفته شما به رکوع نمیرید. در حج ما امام نداریم. کدوم امامی که بره تو طواف ما پشت سرش حرکت کنیم، بره عرفات ما پشت سرش حرکت کنیم؟ اما این جماعی، شاید این اجتماعی که میگن از جماعی گرفته شد که تو به صورت جماعی با بقیه مسلمان ها حج میکنی. اما واقعا چنانکه که شما اشاره کردین وقتی تو منا میری، حج به ما میگه که تو فرد تنهایی. درسته که تو یک جامعه بزرگ زندگی میکنی، پس این فرد تنهاییت رو در جامعه بزرگ بیا تمرین کن. جامعه بزرگ انواع و اقشار مختلف جامعه داره. بزرگ داره، کوچیک داره، جوان داره، زن داره، مرد داره، جاهل داره، عالم داره، ناتوان داره، توانمند داره، پهلوان داره، ضعیف داره، مریض داره. تمام این شکل‌هایی که تو جامعه هست اینا رو خداوند اونجا جمع میکنه تا توی فرد رو تربیت کنه. توی فرد اونجا چی یاد میگیری؟ یاد میگیری من میتونم. توی فرد میایی اولا لبیکت میگی لبیک اللهم لبیک، لبیک فرده. نمیگی خب مردم لبیک میگن دیگه من چرا بگم؟ نه، خب تو باید بگی. بعد میایی مردم رفتن طواف نرفتن، تو باید بری. وقتی خداوندم به تو فرض کرد اگر کل دنیا نرم حج، باید بر توی فرد واجب است که بری، چون شرط نیست. توانمند لمن استطاع الیه سبیل، و کسی که توانشو داشت، کسی که توانشو داشت و همراه دیگران بود، همراه دیگران اصلا جز توانمندی نیست. من توانشو دارم، حالا کل دنیا نمیخوان برن حج، من باید برم، پس تو باید بری. مردم طواف میکنن نمیکنن، من باید بکنم. مردم به عرفات میرن نمیرن، به من ربطی نداره، من باید برم. تمام این عبادات توی فرد. مردم رفتن جمرات دیگه، من چرا برم؟ همه رفتن دیگه، کار میشه دیگه. نه،
من باید برم، من باید طواف کنم. وقتی فردی میگیم و اصلا ببین این عبادت قدرت و توان فرد مؤمن رو به نمایش میذاره. 4 میلیون 5 میلیون جمع میشن برای حج. بله. کدوم کشور دنیاست که بتونه 5 میلیون انسان 4 میلیون انسان با این رنگین کمان عجیب غریبی که در بین اونها هست، از هر نوع قشری که در جامعه تصورت میشه، یک جا جمع کنه، اونا رو برای یه مدتی تو یک فضای کوچیک، یک شهر کوچیک اونا رو جمع کنه و کاری بکنه که اونا هیچ مشکلی به وجود نیارن. برای هیچ کشوری مقدر نیست. حالا شما ببینید از الان طی میکنن که 5 سال بعد، 6 سال بعد، 10 سال بعد جام جهانی تو کدوم کشوره. تو اون کشور 10 سال آمادگی میگیره که بعد از 10 سال جام جهانی پیش ماست. تو جام جهانی چقدر انسان شرکت میکنه؟ زیاد مثلا 100,000 نفر. این 100,000 نفر کیان؟ همه این 100,000 نفر 100,000 نفر تحصیل کردن، دنیا دیدن، وضع اقتصادیشون خوبه، شاید جوون و یک تقریبا خب توانمند. اگر به کل کشور تمام نیروش رو میذاره که اینها بسیج میشه به خاطر تنظیم. در نهایت میبینی که دعوا صورت میگیره، فش و فشکاری صورت میگیره، زد و خورد شروع، چند صد نفر هم کشته میشن. اما اینجا حکایت 1000 و 100,000 نفر نیست، حکایت چند میلیونه، حکایت اقشار مختلف جامعه است. در این چند میلیون حداقل چند صد هزار نفرند که برای اولین بار سوار اتومبیل شدن. و این جام جهانی که شما گفتین جناب دکتر شاید در چند شهر برگزار شود، در اماکن مختلف، محدوده های متعدد، اما حج نه. اینجا همه میان یه جا، یک وقت یک مرکز رو طواف میکنن و شیوان همه هم تو هتل نیستن، چه روزی تو هتلن، یه روزی تو صحران، یه روزی بدون صحرا و بدون خیمه، یه روزی تو خیمه، یه روزی بدون خیمه. در مزدلفه اصلا خیمه میمه وجود نداره. در منی خوب خیمه ای هست، در عرفات بعضی خیمه دارن. کل این به وجود میاد، نه دعوایی میشه، نه فش و فشکاری میشه، نه زد و خوردی میشه. یه آدم یه قطره خون از بینیش نمیاد. خب رمز این چیست جناب دکتر؟ این بیاد میگه که من فرد، راز نهفته است در این اینه که ما اینجا وجود نداریم، من وجود داره. به ما افغانا گفتن که آقا دیر کردید، چرا؟ ما افغانا وجود نداره، ما ایرانی ها وجود نداره. من هر یکی احساس مسئولیت میکنه در قبال کل این مجموعه. حاجی جان بریم الان طواف؟ نه، الان شلوغه، نشه که کسی رو اذیت کنیم. هر چیزش، هر فکرش تو اینه که من نکنه کسی رو اذیت کنم. کلا تصور انسان یه جوری دیگه میشه. مثلا ما عموما، یکی از حجاجم میگفت که من تو طواف اون خشوعی که تو نماز دارم و ندارم. گفتم عزیز جان نه اشتباه نفهمی، خشوع نماز غیر از خشوع طوافه. در نماز تو طوری نماز میکنی که تویی با اللهت. در نماز تو معراجت به سوی خداست. در طواف تو نماینده اللهی که از معراج اومدی تا در بین مردم باشی. در نماز حرف نزن، در طواف حرف بزن. در نماز حرکت نکن، در طواف، در سعی، در همه حج حرکت بکن. خشوع این حرکت تو چیه؟ تو مواظب دیگران بودن، تو اینی که کسی رو هول ندادن، تو اینی که کسی هولت داد هولش رو برداشت کردن، تو اون پیرزنی که از پشت با
چرخش میاد میزنه به پات زخمی میکنه، برگردی لبخند بزنی. به اون پیرمردی که از کفشتو لگد کرد برگردی سرشو ببوسی. سبحان الله. اینه خشوع. خشوع طواف غیر از خشوع نمازه. خشوع و مفهوم در بعضی از عزیزان میان چیکار میکنن؟ فکر میکنن خشوع در شکل و شمایل است. تو میاد نماز میکنه اونجا الله اکبر کمرشو خم میکنه، خودشو مچاله میکنه، انگار که میگیم بیماری چی داره. آقا پایبندی به دین، خشوع، نماز اسم مرض نیست، اسم بیماری نیست. طرف جوونی بود همچین خودشو مچاله کرده بود تو نماز، حضرت عمر از پشت اومد یک شلاقی زد پشت سر، گفت جوون خودت رو بکشه که دین ما رو کشتی. دین ما نامش بیماری نیست که تو به این مچاله بشی ببینیم کسی ببینه این چی مرگشه. نه، خشوع جاش اینجاست، تو قلبه. تو قلب خشوع داشته باش، با خدا رابطت خوب باشه. تو حج این رو عملا نشون بده. خشوع همینه که بتونی چطور در این جامعه بزرگ حرکت کنی، چطور مصداق حاجی باشی. مصداق حاجی چیه؟ خداوند متعال میفرماد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. در حج نه فش و فشکاری هست، هم در آیه و هم در حدیث فلم یرفث ولم یفسق. نه اینکه فش بدی، نه اینکه به زن و دختران نگاه کنی، نه اینکه با کسی درگیر باشی. یعنی چی؟ وقتی خدا میگه نباید بشی، یعنی اینی که در فضای حج تمام اون چیزهایی که انسان رو تشویق میکنه به فش و فشکاری، به زدن و درگیر شدن، به نمیدونم گلاویز شدن و جر و بحث کردن، همه اینا وجود داره. همه این چیزایی که شما رو باعث انگیزه شما رو برآورد میکنه اینجا هست. پس اینجاست که شما میتونید قوت و نیروی مخفی و پنهانی که در وجود انسان هست به نمایش گذاشته میشه که تو چطور میتونی شخصت نفست مهار کنی و کنترل کنی. یعنی چی باشی؟ یعنی پهلوان باشی. پهلوان باشی. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که پهلوان اون کسی نیست که داد بزنه عصبانی بشه. لیس شدید بالسرعه انما شدید الذی. پهلوان اون کسیه که وقتی که عصبانیش میکنن بتونه خودشو کنترل کنه. الان از تاریخ 8 که حاجی شروع به حج میکنه، 8 ذوالحجه تا 13 8 9 10 11 12 13 یعنی 6 روز. این 6 روز حاجی در یک فضاییه که انگار کل جهان اون رو تحریک میکنن. عصبانی شو، مثل یک زنبوری که 6 روز این کسی میاد همین کندوه رو چی میکنه؟ برانگیخته میکنه. اما این حاجی میگه من حاجیم. اللهم انی صایم در روزه. مثل که من حاجیم. صفت حاجی اینه که عصبانی نمیشه. پهلوونه. حاجی پهلوونه. عصبانی نمیشه، با کسی گلاویز نمیشه، کسی رو فحش نمیده، کسی رو بد و بیرا نمیکنه، به ناموس کسی چشم بد نداره. سبحان الله. این قدرت رو حج میاد در فرد مؤمن زنده میکنه که تو یه فرد مؤمن. ببینید حاجی نمیاد بگه که من اومدم به حج با این گروه کشورم، 86,000 حاجی هستیم از ایران اومدیم، 40,000 حاجی هستیم از افغانستان اومدیم، 6,000 حاجی هستیم از تاجیکستان اومدیم، ما 6,000 میریم تاجیکستان رو عوض میکنیم، ما 86,000 میریم یک ایران درست دیگه میسازیم. نه، این ما در حج وجود نداره. در حج منم. باز این منها در نهایت یک جا میشه. این نهایتی برای منها نیست. نه، اگر این 86,000 رفتن و حاجی نشدن، من حاجی میشم. در حج که بنده میاد چی میگه؟ خداوند متعال حضرت ابراهیم رو چطور معرفی میکنه؟ ابراهیم کان فتى یقال له ابراهیم. این ابراهیم کان هدف. این یه فتى است، یک نوجوانه.
همین نوجوانی که جامعه زیاد روش حساب نداره، جامعه نگفت مثلا یک جوون مردیه، یه پهلوونیه اسمش ابراهیمه، یک رئیس قبیله است اسمش ابراهیمه، نه، جامعه گفت پسر بچه‌ایه، یه نوجوانی اسمش ابراهیمه. خداوند گفت این ابراهیم کان امه، ابراهیمی که توی جامعه به چشت نمیاد، یعنی همون فرد مؤمنی که میگه که کسی حرف منو نمیگیره، من کی باشم که حرف من، نه، تو همون ابراهیمی. خدا به تو میگه که امه، این ابراهیم کان امه، تو یه حاجی امتی. ابراهیم تک تنها یک جامعه رو عوض کرد، تو یه حاجی میری یک جامعه رو عوض میکنی، باید این کارو بکنی. حاجی تو نیومدی مگه حج؟ در همین مکه مکرمه قبل از تو یک فردی بود بهش میگفتن محمد امین، تنها بود، تک تنها، تو غار حرا که میرفت تک تنها بود. همین یک فرد امروز نزدیک به 2 میلیارده. فردی که یک تنه 2 میلیارد رو تربیت میکنه، تو یه حاجی میتونی کشور 80 میلیونی رو عوض کنی، تو یه حاجی میتونی شهر 2 میلیونی رو عوض کنی، تو یه حاجی میتونی روستای 300,000 نفری رو عوض کنی. اما با چی؟ با اراده، با نیت. نیت وجود داره، تو تربیت شدی روش، اراده وجود داره، عملا نشون دادی. خب شاید کسی بپرسه جناب دکتر، حالا که سال هاست میلیون ها حاجی حج میکنن اما اینا نتونستن تغییر ملموس در کشورهایشان ایجاد کنن، شاید این سوال، این شبهه وجود داشته باشه. چه اتفاق افتاده استاد سرکل بزرگ؟ ببینید شیطان در هیچ وقت از زمانه طوری ذلیل و خوار و ورشکسته و بدبخت بیچاره دیده نشده چون روز عرفه. در روز عرفه چه اتفاق میفته؟ در روز عرفه در عرفات حجاجی رو من دیدم بالای 90 سال. بالای 90 سال یعنی چی؟ بالای 40 سال یعنی چی؟ بالای 80 سال یعنی چی؟ یعنی اینی که شیطان با تمام نیروش هزینه کرده، 90 سال روی این فرد کار کرده، اما 80 سال روی این فرد کار کرده، 40 سال روی این فرد کار کرده، چه موفقیت هایی کسب نکرده. این فرد که شیطان اینقدر روش هزینه کرده، به یک باره خداوند اونو میبخشه. یعنی کل این هزینه و بدبختی که شیطان کشیده هباء منثورا، هباء منثورا شد. حالا مال یک فرد نیست، مال چند میلیونه، 4 میلیون حاجی، یعنی 4 میلیون ها رو ضرب چند بکنیم، حداقلش میانگین عمر حجاج رو بگیم 50 سال، 4 میلیون ضرب 50 سال این شیطان زحمت کشیده، همه این زحمتاش باد هوا. الان شیطان چیکار میکنه؟ میخواد انتقام بگیره. حاجی مسئولیتش چیه؟ مسئولیتش اینه که وقتی از حج برمیگرده باید یه تیشه‌ای دستش باشه، مثل ابراهیم یه تبری دستش باشه. ابراهیم چیکار کرد؟ ابراهیم بت‌ها رو شکست. حاجی باید برمیگرده اولین کاری که میکنه وارد بتکده خودش بشه، بت‌ها رو بشکنه. بتکده حاجی که چی هست؟ اگر بگذاریم این که بتکده حاجی چی هست را و بعد از میان برنامه بهتر میشه جناب دکتر. بینندگان عزیز و گرامی، میریم سراغ یک میان برنامه. پس از میان برنامه انشالله دوباره با موضوع خودمان، اخلاق حاجی و اینکه حاجی بعد از حج چه باید کند و در بتکده آن چنانه که دکتر تعبیر کردن فکر کنم چی مسئولیتی را باید ادا کند، این رو انشالله میگذاریم به بعد از میان برنامه.
خب بینندگان ارجمند و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستیم و آخرین جمله که قبل از میان برنامه جناب دکتر آن را به زبان آوردن، فکر کنم گفتین که حاجی بعد از حج و تبری بر میداره و میره سراغ بتکده که در کشورش هست. شاید برخی فکر کنن که مگر ما مسلمان نیستیم که بتکده داشته باشیم، یعنی که تعبیر تفسیری داره. استاد ثقل بزرگوار حضرت ابراهیم تبری برداشت رفت بتکده شهر خودش رو شکست. حاجی وقتی که از حج برمیگرده باید تبری با خودش ببره. چرا؟ این تبر برای شکستن بت‌هایی هست که باید بشکنه. تو هر جامعه بتی هست. از اولین بت‌هایی که شیطان میاد جلوی حاجی سبزش میکنه عادات و رسومه که برم من حاجی بشینم تو خونه، اولا برای افراد هدایا ببرم، خونه رو درش رو باز بذارم، این بیاد و اون بره، اینو خرما بده، اونو آب زمزم بده، اینو هدیه بده، جانماز بده و تسبیح بده و فلان. این چیز کل داره جناب دکتر؟ مردم خوش هستن. این بت اوله که باید حاجی بشکندش. عادات و رسوم و تقالیدی که باعث میشه خودنمایی توش باشه. من حاجیم، چرا نیومدید خوش آمد گویی من؟ بابا جان تو نماز صبح رفتی اومدی خونت، چرا مردم نیومدن بهت بگم که ماشاءالله مبارک نماز که مهمتر بود از حج؟ چرا بعد از هر نمازی انتظار نداری مردم بیان تبریک بگن بهت؟ چرا نماز صبح خونده میدوی میری سر کارت؟ از حج برگشتی حاجی عزیز، کل این عادات و رسوم رو با تبرت بشکن. اینا بت هاست. همین که برگشتی برو سر کارت، برو تو زندگیت. مردم میان، تو خونه نباشی مردم نمیان. چیه این؟ اگر انتظار داری تو خونه نشستی که مردم بیان به تبریک بگن، یعنی تو مسئولیت حج رو نشناختی. تو فکر میکنی که حج یک کرسی و یک جایگاه و یک عرشیه که به تو داده شده، پادشاه شدی، حاجی شدی، مردم بیان به تبریک بگن. نه نه نه، پا تو گذاشتی تو شهرت، بدو مسئولیت حاجی بودنت رو ادا کن. بعد مردم شاید متهم به بخلش بکنن. بابا جان متهم به بخل چی؟ و بی‌پروایی بکنن که چرا پیغمبر خدا رو فحش دادن. حضرت ابراهیم و این قد و بد و بیرا گفتن که نگو، اصلا خواستن گردنش رو بزنن، تو آتیش انداختن. اما این بودا رو شکست. بذار چون ابراهیم تو آتش خشم مردم خودتو بندازن که آتش خشم مردم رو خداوند برات جنت میکنه، بهشتش میکنه، گواراش میکنه. اما بودا رو بشکن. تمام عادات و رسومی که زندگی رو سخت میکنه توی حاجی بشکن. توی حاجی ابتداعاً این عادات و رسوم جاهلانه حج رو بشکن. حاجی بودن جامعه. چرا؟ الان امروز میری میگی که فلانی چرا نمیری حج؟ میگه والله من پول حجشو دارم. بعد از حجشو چی کار کنم؟ بعد از حج چیه باز؟ با کاروانی از ماشین ها رفتن و گوسفند کشتن و شاید همه اینها همون بتایی که باید بشکنی. نگذار کسی بیاد تو استقبالت، نشین تو خونت برای استقبال کسی. برو به کارت، برو به زندگیت، برو وارد جامعه بشو. توی حاجی اولین کاری که اولین عهد و پیمانی که بستی با ابراهیم بستی. ابراهیم دو ویژگی داشت که برای تو حاجی باید به خودت ببری. یکی بت شکنیش. بت شکنی به معنای چی؟ یعنی توحید. من غیر از دستورالعمل خدا و رسولش انجام نمیدم، حتی اگر این دستورالعمل در ظاهر باعث بشه که من وجودم از جامعه و از صحنه وجود حذف بشه. مگه هاجر و اسماعیل علیهم السلام در این صحرای برهوت که ابراهیم گذاشتشون چیکار کردن؟ هاجر و ابراهیم اسماعیل تو این صحرای برهوت در ظاهر امر باید اینجا میمردن. چیزی وجود نداشت. یک صحرای برهوت بی آب و علف.
هاجر میپرسه که ای ابراهیم اینجا ما رو رها میکنی به دستور الله؟ میفرمایند بله. این تصمیم خودت هست یا دستوری الله؟ میفرمایند دستور الله است. پس چون دستور الله است فلن یضیعنا الله، خداوند ما رو ضایع نمیکنه. اگر دستور خداست نمیترسم. روزیم رو خدا میده، زمزمی رو به هاجر و اسماعیل داد که تا روز قیامت غذا و آب گوارای میلیون ها میلیون انسانه. پس خداوند روزیمو میده، خداوند منو ضایع نمیکنه. پس من میرم همین کاری رو میکنم که ابراهیم کرد و مطمئنم خداوند منو ضایع نمیکنه. نقطه بعدی که از ابراهیم گرفت و با خودش میبره حاجی، ابراهیم چه کار کرد؟ اسماعیلش رو برای خدا میخواد ذبح کنه. اسماعیل ابراهیم کیه؟ ابراهیم یک پیرمرده، اسماعیل عصای پیریشه، اسماعیل آیندهشه، نبوت در خطره. من ابراهیم بمیرم نبی بعد از من کیه؟ اسماعیل و من میخوام که استمرار نبوت و اصلاح جامعه باشه. اصلاح جامعه در خطره باشه. خدا گفت اسماعیل تو ذبح کن، عزیز تو ذبح کن، آینده تو ذبح کن، امیدها و آرزوها تو ذبح کن. میکنم. هر یکی از حجاج اسماعیل داره. اسماعیلش تو خونشه، پسرش میتونه باشه، میتونه، یعنی اون چیزی که بهش دل بسته، اون چیزی که فکر میکنه آیندهش رو این میسازه، اون چیزی که فکر میکنه وقتی پیر شدم دستمو میگیره، وقتی پیر شدم این بچه دستمو میگیره، وقتی پیر شدم این خونه ای که دارم دستمو میگیره، چون 10 تا خونه دارم اینا رو کرایه میدم و خرج زندگیمو در میارم. وقتی پیر شدم این چند تا ماشین که گرای گذاشتم و به کار گذاشتم اینا دستمو میگیره. وقتی پیر شدم این جاه و مقامی که دارم، این مال و ثروتی که دارم، این زنی که دارم، این هر چیزی که بهش امید بستی، این باغت که عصای پیریت باشه، نیاز پیر، اینو چی کنی؟ این از بین اینو قربانش کنه در راه خدا. یعنی دلش رو به این نبنده، دلش رو به خدا ببنده. اگر دلش رو به خدا بست، خداوند این ثروتش رو، اسماعیلش رو براش حفظ میکنه، قربانی هم بهش میده، هدیه هم بهش میده. اسماعیل که نرفت، اما باید این اسماعیل رو از دلت در بیاری، دلت رو به خدا ببندی. این کار رو باید هر حاجی انجام بده. بعد این حاجی یه چیزی رو که در حج از اخلاق حج برگرفت، اینه که تو باید در بین انسانها زندگی کنی. حج عبادتی نیست که مثلا ما بگیم والا این جامعه خرابه، همه بدبختن، هیچ کسی رازه دروغ میگن، همه دزدن، همه باید این جامعه رو ول کنم. بسیاری اینجوریه. خدا پیامبر خدا میفرمایند که نه، هر کسی که گفت هلک الناس، مردم تباه شدن، مردم همشون دزدن، همه این ملت ما دزدن، همه رشوه میگیرن، همه دروغ میگن، همه کلاهبردارن، بدون که خودش کلاهبرداره، خودش دزده، خودش دروغ میگه، خودش. جامعه هرگز اینطور نیست. تو حج اخلاق بزرگی که خداوند به تو رو تربیت کرد اینه که برای همه احترام قائل بشی. برای تک تک افراد بشر باید احترام قائل بشی. احترام قائل شدن یعنی چی؟ یعنی پذیرفتن افراد آنچنان که هستند. در حج چند میلیون انسان تو باشه همراه بودیم، چند روز با این چند میلیون در بازار و در صحرا و در خیمه و در بودی. خب آیا میتونستی این چند میلیون رو عوضشون کنی؟ آقای فلانی اینطوری رو برو، آهای اینطوری. اصلا خداوند زبان تو گرفت. چند میلیونی که بودن به چند صد زبان و فرهنگ حرف میزدند و کار میکردند و حرکت میکردند. بعضی از این فرهنگا
در عرف و فرهنگ شما عیب بود، اما مجبور بودی همینجور که از قبولش کنی، تحمل کنی. برخی از این حاجی‌ها از رفتنش، از پوشیدنش، از حرکتاش خوشت نمی اومد، اما وظیفه داشتی دعوا نکنی، قبولش کنی. قبول دیگران آنچنان که هستند یعنی احترام گذاشتن به دیگران. همون طوری که هستی قبولت دارم. اشتباهات تو جامعه میشه، بله. من با اشتباهات مشکل دارم، با رفتار و سلوک مشکل دارم، نه با افراد. حج به من یاد میده که این فرده و این اخلاق و رفتارش. اگه من مشکل دارم با این اخلاق و رفتار، میخوام عوض کنم این اخلاق و رفتار رو عوض کنم، نه فرد رو. چون که هیچ فردی قابل عوض شدن نیست. هر فردی رو خداوند متعال به شیوه خاص خودش خلق کرده. هر فردی اثر انگشتش با دیگری فرق داره. این چیز بسیار هیچ اصلا به چشم نمیاد. الان میگن آقا وقتی میرید کشوری اثر انگشت وزنش رفت، حالا تو چشا نگاه میکنن. هر فردی چشاش با چشای دیگه فرق میکنه. هر فردی کلش با دیگری فرق میکنه. اونطوری که هستی من فرد، من تو رو قبول دارم. یعنی حاجی وقتی به جامعه برمیگرده، به محیط اصلیش برمیگرده، باید اطرافی هایش را، دور و بری هایش را، افراد جامعه کوچک، خواه این جامعه خانواده باشه، خواه محیط کار باشه، اینها را با هر اخلاق، با هر رفتار و با هر تعاملی که هستند، اینها را باید بپذیره و قبول بکنه و تحمل کنه. تحمل بکنه. شما در حج که بودین خیلی چیزا خوشت نمی اومد، اما میرفتی در تمرین کردی، یعنی در کنار کسی میرفتی این فرد قطور بود، اینطوری میزد، چه کار میکردی؟ خودتو عوض میکردی. سر صدا میکرد، خودتو عوض میکردی. پس من نمیتونم افراد را عوض کنم، خودم رو عوض میکنم. من این حرکت افراد، این سلوک افراد خوشم نمیاد، این سلوک رو عوض میکنم، فرد و احترام میگذارم. مثلا فرد آدمی هست که دروغ زیاد میگه، رشوه میخوره مثلا، من باید بهش برسونم که توی فرد قابل احترام هستی برای من، دوستت دارم. وقتی دوستت دارم این صفت بد رو برات نمیخوام، سعی میکنم بهش برسونم که دوستت دارم. وقتی اون احساس کنه که من دوستش دارم، من خیرشو میخوام و بعد از اون با رفتارم، با گفتارم بهش رسوندم، با حکمت بهش رسوندم که این کاری که میکنی بده، به خودت ضرر میرسونی و من دوستت دارم، برات ضرر رو نمیخوام، خود به خود از اون دور میشه. اما اگر نه، احساس کرد که من میخوام عوضش کنم. بعضی عزیزان میگن که من میخوام شوهرم رو عوض کنم، نمیشه. من میخوام این زنه رو عوضش کنم، من میخوام بچه‌هامو عوض کنم. خداوند و پیامبرش میگه انک لا تهدی من احببت، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. توی پیغمبر من نمیتونی هدایت بدی اون کسی که دوستش داری. هدایت دست الله هست. خداوند متعال عوض نمیکنه هیچ کسی رو، تو خودش نخواد. پس تغییر رو من به وجود نمیارم، من تغییر رو در خودم میتونم به وجود بیارم. اگر کسی رو بهش گفتم یه کاری پرخاش کرد، نه اینه که این فرد بده، شیوه گفتار من درست نبود. من باید برگردم به خودم که چرا من این فرد رو، یک انسانی بود میخواست تو چاه بیفته، من خواستم به چاه نیفته، پرخاش کرد، مگه این امکان پذیر است؟ نه. پس این شیوه من که گفتم که تو چاه نیفت حتما اشتباه بوده، باید یه راهی دیگه بگیرم. مثلا مسائل کاری خودمون، خب شما میرید سر کار،
رئیست میگه که جناب آقای ثقل فردا ساعت 9 این پرونده یا این گزارش باید روی میز من باشه. این یک گفتمانه. یک گفتمان دیگه است که میگه که استاد ثقل بزرگوار، من فردا این گزارش رو اگر داشته باشم خیلی خوبه و برای تهیه این گزارش تا ساعت 9 پیش من باشه چه خدمتی میتونم به شما بکنم؟ الان شما دیگه میگید والا هیچ نیازی به زحمت شما نیست، انشالله من اینو تا فردا ساعت 9 آمادش میکنم. کل شب اگر نیاز باشه از الان تا فردا ساعت 9 اگر نیاز باشه که همشو بیدار باشی و زحمت بکشی این کار رو میکنی. به خاطر چی؟ به خاطر این جمله. اما اگر گزارش آماده باشه دستت و جمله اول رو که شنیدی نمیاری ساعت 9 تحویل بدی. این چه شیوه؟ پس تغییر از کجا اومد؟ از من، از شیوه گفتارم، از شیوه رفتارم. مهمترین درسی که حج میاد به حاجی میده، میگه که آه حاجی ای مسئول، مسئولیت تو در رفتاره. ببین در نماز که شعیره و عمود دین ستون اسلامه، بنده است با خداش. در حج بنده است با بندگان. در نماز تو باید سکوت اختیار کنی، حرف نزنی، چپ و راست نگاه نکنی، رابطت با الله باشه، معراج داشته باشی به سوی الله. هر عاقلی و هر کسی باشه ما بگیم که آقای خیلی از صوفی‌ها جمله زیبایی دارن از اهل عرفان، میگن اگر من جای پیغمبر می بودم و خداوند منو می برد به معراج هرگز از اونجا بر نمیگشتم. رفتی در سدرة المنتهی چرا برگردی؟ اما پیغمبر ما رفت به سدرة المنتهی، به معراج، مسئولیتش ادا کنه، آمد تا ما رو به خودش ببره. معراج مسئولیتش بردن است. ای حاجی تو رفتی خانه خدا چرا برمیگردی؟ نه من برمیگردم خاطر تا این دارم. رفتار حج رو بیارم اینجا. رفتار چقدر مهمه. پیغمبر خدا میره به غار حرا، از غار حرا برمیگرده، جبریل رو دیده وحشت زده است. ام المؤمنین حکیم و دانشمندی که پیغمبر اونو در خانهش ساخته میگه که انک لتصل الرحم، امکان نداره که تو رو خداوند ضایع کنه. تو صله رحم به جا میاری، تو به نیازمندان کمک میکنی، تو بیکاران رو کار میدی، تو ناتوانان رو کمک و یاری میکنی. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ورشکسته امت من کیه؟ میگن یا رسول الله ورشکسته اون کسیه که یه مال و ثروتی داشت، تو یه تجارتی رفت همه رو از دست داد. میفرمان نه، ورشکسته امت من اون کسیه که روز قیامت میاد نماز داره، زکات داره، روزه داره، حج داره، عبادت هایی که اونو با خداش میبنده همه رو داره، اما اومده اینو زده، اونو فش داده، مال اینو خورده، در رابطهش با مردم، در رفتارش با مردم خراب بوده. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمان الدین و المعامله، تمام دین من رفتار هست، سلوکه. میفرمایند که روز قیامت این اجر و پاداشی که به دست آورده اینو میدن به این آقایی که بهش فش داده، به این آقایی که زده، به این آقایی که مالش خورده، به این آقایی که بهش بد کرده. همه سرمایه عبادتی که جمع کرده تموم میشه، طلبکارا هنوز هستن، میخوان از گناهان اونا برداشتی میشه، رو سر این انداخته میشه تا اونا راضی بشن. بعد این میمونه با بارهای گناههای دیگران میندازنش تو جهنم. اینه انسان ورشکسته. حج میگه که تو یاد میگیری که ای بنده من که میری در بین خلایق و انواع خلایق با انواع و عادات و رسوم و رفتارها و گفتارهای مختلف،
زندگی کنی و نمونه باشی، نمونه اون کسی که جامعه بهت میگه حاجی، یعنی گوشتو میگیره، یادآوریت میکنه به مسئولیتت. پس میشه که جناب دکتر خلاصه کنیم که حاجی یعنی نمونه اخلاق، الگوی اخلاق، الگوی خلق نیکو و الگوی مسئولیت، یک مجسمه از مسئولیت. درست است؟ اومدن پیش ام المؤمنین گفتن یا مادر مؤمنان، پیغمبر رو برای ما تصویر کن. یه چی میکرد؟ پیغمبر یعنی چی؟ فرمودن مگه قرآن نمیخونید؟ قرآن چی میگه؟ قرآن پیغمبرش رو وصف کرده انک لعلی خلق عظیم. یعنی اینی که میگه خدا میگه به پیغمبرش که ای پیغمبر من تو بر اخلاق بزرگ، خدا میگه بزرگ، خدا میگه تو بر اخلاق بزرگی هستی. باید جامعه بگه ای حاجی، هر حاجی باید کل جامعه شهادت بده که بر اخلاق بزرگی و الا حاجی نیست. تشکر جناب دکتر نور محمد عمرا که در یک ساعته که در خدمت ما بیننده های عزیز و گرامی بودین، از صحبت های زیبا و نصایح و پندهای حکیمانه ایتان ما بیننده های عزیز و گرامی ما را بهره‌مند کردین و همچنین از شما بزرگواران و عزیزانی که تا این لحظه برنامه خودتان، برنامه خلق عظیم را از طریق شبکه جهانی ندای حق مشاهده کردید، از شما هم سپاس و امتنان دارم. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما را به پناه الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. علیکم السلام. جزاکم الله خیر.